السلام علیکم بچه های عزیز. من امروز به شما درباره یکی از نمایش های خیلی برجسته تئاتر به نام لاهوتی، سپکتاکل شاه لیر نقل میکنم. سال 1956 تیاره به دهه دوم صنعت تاجیک در مسکو شروع شد. با خاطر بیارم دهه یکم سال 1941 پیش از آغاز جنگ بزرگ وطنی ماه اپریل بسیار نقص گذشتگی بود. اکنون دهه دوم هم باید نقص گذرد. باز تئاتر به نام لاهوتی به سفر تیاری دید و قرار شد که حتما برجسته ترین از همه فاجعه کلانترین و بهترین شکسپیر شاه لیر نشان داده شود. این کار بسیار وزنین بود، چون شاه لیر در برنامه یگان تئاتر مسکو همان سالها وجود نداشت. فقط تئاتر ماسویت تیاری دیده ایستاده بود که همین شاه اثر شکسپیر را نشان گفته، لیکن جرأت نکرده ایستاده بود. برای همین هم وقتی که در اعلاننامه سفر ایجادی تئاتر به نام لاهوتی مسکویچ ها شاه لیر را خواندن، این تاجیک ها همین خیلی سپکتاکل بزرگ آورده استادین. عجایب که این آنها شاه لیر را خیلی باز میکرده باشند. آخر این اثر مرکب است که گفته فکر میکردن. و من هم همچون اشتراکچی دهه همان شب در تالار تئاتر نشسته بودم و در نزدم اجرا کننده آینده تئاتر روس مردوینوف که نقش شاه لیر را اجرا میکرد نشسته بود. یعنی وی آمده بیند کنی